سلام رفقا، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. واسهتون یه ویدیو آماده کردم از لحظات خنده‌دار فوتبال. با هم بریم ببینیم، امیدوارم خوشتون بیاد. بریم. به قصد خوش براتون کرد. چاقالی شاگرد پپ دیگه. حالا خیلی شدت نداشتن چیه هیچ برده بوده. وقتی میگه من نخوردم اصلا. بازی ایران بهت بوده سرد بودی اسپایدرمن مناطق مخلوط. شانس آوردن نخورد اوه چقدر شبیه امباپه. فقط اینو بغت کرد و هیچ کار دیگه نمیکنه. از آخر هم گل خورده. چیه؟ من که نشناختمش. بارسایا بگیم چیه؟ قیافت مثلا آشکار نشد. رونالدینیو رو الان گرفته. وقتی میگه برای نگرفته دقیقا همینه. دنبال توپی کرده. اینجا هرچی رونالدو گفت بده به هم میدونم نداده. شد آخرم زد آسیب میخواد. شاعر فوتبال اینگلیس صنعت کنم حقیقت اینجوری نگذاری هست. نزدش پش باشی یه توی اینستاگرام خیلی وایرال شده بود. فکر کردی گل زده. چی بود اسمش یادم؟ آتلو یادم. یا منچستر یونایتد بود. پشماش ریخته لازم. نزده
کلاس یقا منو دوست داری وقتی بودیم فوتبال یا در هر کسی که رونالدو توی النصر رو بود را بسخایی کردم قرارسا کارت زرد گرفتم تا حالا چهار تا کارت زرد دارم آروم هم دیگه کار دارم که کارت زرد دارم داره این توضیح میده اومدش باید تایید میکنه تو اینو من دیدم این داوه چیکو داور سود نمیزنی Clásico. خب رفقا تمام شد این ویدیو هم. امیدوارم خوشتون اومده باشه. نظرتون رو مثلا زیر هم ویدیو بنویسید اگه میخواین پارتای بعدیش هم ساخته شه و لایک یادتون نره، خیلی مهمه، واقعا خستگی آدم از بین میبره. در ضمن من این ویدیو رو ندیده بودم واسه اولین بار بود داشتم با شما میدیدم، الان واسه فرستاده بودم، من اومدم گذاشتم، الان با شما دیدم توی مخلصیم.